nardılar oradan da. O da uçtu diye. Bence سرآغاز هر کار نامی خداست، سرآغاز هر کار نامی خداست، همانی که معنادر لحظه هاست. و نام خداوند صلح و طرب، نگارنده قصه روز و شب. و نام خداوند صلح و طرب، نگارنده قصه روز و شب. و نظم کلامش هزاران درود، که هستی از او برگرفته سرود. چنان خدا هست جانی کلام، چنان خدا هست جانی کلام. بر این محفل گرد هزاران سلام.
سلام به استاد آموزگار، سلام به استاد آموزگار که نامش تو مجموعه افتخار و رسم ادب با 200 احترام، و رسم ادب با 200 احترام بزرگان محفل، هزاران سلام. سلام به صلح‌آوران وطن، سلام به صلح‌آوران وطن، سلام به یاران این انجمن. چو حرف 40 زین سخن باز شد، چو حرف 40 زین سخن باز شد، دگر باره گلبانگ آغاز شد. دمادم و حضار جشن و شکوه، دمادم و حضار جشن و شهود، هزاران خوش آمد، هزاران درود. اینک جشن 40 سالگی خود را و مناسبت 40مین سالگرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان افتتاح کنیم. Примите наши самые искренние поздравления. Всем вам желаем доброго здоровья, счастья и успешного проведения этого светлого мероприятия. Во имя процветания нашей любимой республики Таджикистан. Спасибо. In the name of Allah, most gracious and most merciful, dear guests, ladies, gentlemen, we are very happy to see all of you, dear honorable guests, in celebration of the 14th anniversary of the Islamic Revival Party of Tajikistan. We wish for all of you happiness and successful participation in our celebration. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الضيوف الأكارم، مرحبا بكم في احتفالية الأربعينية لتأسيس حزب النهضة الإسلامية في طاجكستان. نتشرف بكم ونرحب بكم وأهلا وسهلا بكم جميعا. كما نشكركم على تلبية دعوتنا، سائلين المولى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. السلام عليكم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Selamun aleyküm değerli misafirlerimiz. Tacikistan'ın İslam Partisi'nin 40. yılının bayramına hoş geldiniz. Öncelikle bizim davetimizi kabul edip ve buraya geldiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bize geldiniz, şeref getirdiniz.
hayır getirdiniz. Nasıl ki şairlerden birisine sormuşlar ki cennet güzel midir yoksa dost? Şair cevapta demiş ki ey habersizler, cennet dostla güzeldir, dostla iyidir. Biz de demek istiyoruz ki biz sizinle daha iyiyiz. Bizim kapımız sizin için her zaman açıktır. Tekrar hoş geldiniz. البته مهمانان گرامی خیر مقدم رو با زبان خودشون تقریبا اکثرشون شنیدن و ما هم بار دیگر شما را خیر مقدم و خوش آمدید میگیم و قابل ذکر است که در برنامه ما مهمانان زیاده، حدود 200 نفر مهمان از کشورهای مختلف دعوت شده بودند و 180 نفر از این مهمانان اظهار آمادگی نمودند تا در جشن ما شرکت کنند. ولی متاسفانه با دلیل‌های بعضا معلوم و بعضا نامعلوم مهمانان ما نتوانستند در جشن ما همه‌شان شرکت کنند. ولی اینجا ما مهمانان عالی قدر خود را داریم و آنهایی که توانستند و قدم رنجه فرمودند و در این جشن ما را در واقع مبارک و پرنور گرداندند. بار دیگر به ایشان خیر مقدم و خوش آمدید میگوییم. قابل ذکر است که ما در چند روزی گذشته برنامه‌های خود را به طور مختلف در نظر گرفته بودیم و روزهای بارانی بود و یک دفعه می‌خواستیم اینجا برگزار شود، یک دفعه می‌خواستیم در تالار داخلی تالار برگزار شود به خاطر باران و آب و هوا، ولی بالاخره تقدیر همین بوده است و خداوند متعال هم این را به ما نصیب گرداند که در این هوای گشاد، آفتابی و زیبا و آن هم بهاری در خدمت شما و در این هوای صاف و آزاد باشیم. دوستان گرامی، ما جشن داریم، جشنی که به مناسبت 40مین سالگرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار میشه. به همین خاطر از از دوستان و عزیزان خواهش میکنم همراه ما باشند و اگر کمی و کمبودی باشد با بزرگواری خود ما رو ببخشند و در این مدت البته دوستان زحمت زیادی کشیدند و چندین برنامه‌ها تغییر خورد چندین بار، ولی به هر حال با وجود کمبودی‌ها امروز در خدمت شما هستیم و انشاءالله این برنامه خود را با شما برگزار خواهیم کرد. شد منور از قدوم دوستان کاشانه هم، شد منور از قدوم دوستان کاشانه هم، خیمه فانوس است، خیمه فانوس است و مهمان شب و من پروانه هم. بار دیگر خوش آمدید و حالا برای افتتاح برنامه از داملای محترم یکی از مؤسسین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان داملا نعمت الله ایشان دعوت می‌کنیم اگر حضور داشته باشند. خیلی خوب، از برای افتتاح از البته قبل از ادامه صحبت می‌خواستم یک چیز رو تذکر دهم. این برنامه جشنی است و سخنرانان فقط به خاطر تبریک می‌توانند در حدود 3 تا 5 دقیقه سخن خود را ارائه نمایند و ما